سلام به شما همراه‌های عزیز کانال شگفتی‌های جهان. امروز قرار است سفری کنیم به سرزمینی که هزاران سال تاریخ، فرهنگ و عشق را در دل خود جا داده است. جایی که هر کوهش افسانه‌ای دارد و هر بادش بوی تمدن می‌دهد. اگر تا پایان با ما همراه شوید خواهید دید چرا ایران را سرزمین جاودانگی می‌نامند. فراموش نکنید پیش از آغاز ویدئو را لایک کنید، نظرتان را در کامنت بنویسید و اگر هنوز عضو خانواده شگفتی‌های جهان نیستید دکمه سابسکرایب را بزنید تا هر هفته با ما به گوشه و کنار این دنیای پر رمز و راز سفر کنید. در میان سرزمین‌هایی که تاریخ جهان را ساختند، ایران همچون نگینی درخشان بر پهنه زمین می‌درخشد. کشوری که هر وجب خاکش قصه‌ای از عشق، ایستادگی و جاودانگی دارد. از دامنه‌های البرز تا دشت‌های داغ خوزستان، از نخلستان‌های جنوب تا برف‌پوش‌های زاگرس، در هر گوشه‌اش روحی زنده جاری است. روحی که از هزاران سال پیش تا امروز هنوز در تپش است. اینجا سرزمین خورشید است، سرزمینی که بارها در آتش سوخت اما هر بار از خاکستر خود برخاست. ایران داستان انسان‌هایی است که از دل رنج شکوه آفریدند. بادها در این خاک بوی اسطوره می‌دهند و خاکش بوی فداکاری دارد. مردمانی که آموختند اگر زمین بلرزد، اگر دشمن بتازد، باز هم باید ایستاد. زیرا در این سرزمین امید موروثی است، همان گونه که آفتاب هر روز از دل تاریکی می جوشد. در دل این خاک تاریخ چون رودی عمیق جاری است، از پاسارگاد تا تخت جمشید، از سنگ نوشته ها تا قصه های شفاهی، همه از سرزمینی می گویند که نخستین منشور آزادی را نوشت، در زمانی که بسیاری از جهان هنوز معنای انسانیت را نمی دانستند. اما شکوه ایران تنها در کاخ‌ها و پادشاهان نیست، شکوه او در دل مردم است، در شاعرانی که با کلمات جاودانگی را ساختند. فردوسی زبان یک ملت را زنده کرد، حافظ عشق را با ایمان درآمیخت، سعدی از اخلاق و انسانیت گفت و مولوی روح انسان را به پرواز درآورد. ایران یعنی تضادهای زیبا، کوه و کویر، شعر و شمشیر، ایمان و شور. در هر گوشش دنیای تازه پنهان است. در شمال مه بر شانه درختان می نشیند، در جنوب نخل‌ها در آفتاب طلایی می تابند، در شرق طلوعی از دل کویر سر می زند و در غرب غروبی سرخ بر فراز کوه‌ها می نشیند. حتی سکوت این سرزمین نیز صدا دارد، صدای تاریخ، صدای زمین و صدای مردمی که هیچگاه تسلیم نشدند. ایران را باید احساس کرد، باید با دل شناخت. صبحی در میدان نقش جهان ایستاد و صدای اسب‌ها را شنید. باید شب‌های شیراز را با بوی بهار نارنج تجربه کرد. باید در یزد میان بادگیرها قدم زد، در مشهد به زیارت رفت، در کردستان آواز کوه را شنید و در شمال در آغوش دریا آرام گرفت. هر گوشه از این خاک رنگی از زندگی دارد، از زعفران خراسان تا فرش‌های کاشان، از کاشی‌های فیروزه‌ای یزد تا سفال‌های نیشابور. اما ایران تنها گذشته نیست، آینده‌ای است که هنوز نوشته نشده است. نسلی در حال برخاستن است، جوانانی که ایده می‌سازند، دختری که رویا می‌نویسد، پسری که در دل سختی امید می‌کارد. این نسل می‌داند که شکوه را باید دوباره ساخت، نه از سنگ، بلکه از اندیشه، علم و عشق. آنها باور دارند می‌توان از دل سختی نوری تازه آفرید. در کویر اگر گوش بسپاری صدای قلب این سرزمین را میشنوی که هنوز میتپد، صدای مردمی که میگویند ما هنوز زنده ایم. و شاید راز جاودانگی ایران همین باشد، او هیچگاه نمی میرد، چون باور دارد که مرگ تنها برای آنان نیست که فراموش میشوند و ایران هرگز فراموش نخواهد شد. او را نمیتوان در مرزها حبس کرد. ایران در دل هر انسانی است که به زیبایی، به آزادی، به انسانیت باور دارد.
در نگاه مادری که لبخند میزند، در دستهای کارگری که عرق میریزد، در شعر شاعری که از عشق مینویسد، در صدای اذان که از گلدستهای کهن برمیخیزد، در زنگ مدرسه و در ترانه کودکانه‌ای که در کوچه‌های خاکی پیچیده است. گاهی فراموش می‌کنیم، اما همین خاک خانه تمدنی است که با خون و عشق آبیاری شده است. هر بار که ایران در آتش افتاد، از همان آتش نوری زاده شد. از دل زخم‌ها هر بار ملت نویدی متولد شد. اقنوس این سرزمین همیشه از خاکستر خود برخاسته است. امروز هم اگر دنیا به او پشت کند، باز خواهد ایستاد، چون در رگ‌های مردمش ایمان جاری است، چون هر ایرانی تکه‌ای از تاریخ را در دل دارد. حقیقت این است که ایران هنوز زنده است، چون مردمش زنده اند، چون هنوز در نگاهشان عشق می درخشد و ملتی که عشق دارد شکست ناپذیر است. از دل هر تاریکی ایرانی برخاسته است، از میان هر سختی لبخندی زاده شده، از هر رنج شعری. این است راز این خاک، خاکی که قرنهاست از آن خون رویده اما بوی زندگی می دهد. سرزمین من، ایران، نه فقط بر نقشه معنا دارد، بلکه در قلب‌ها معنا دارد. هر جا که انسان به زیبایی، به آزادی، به انسانیت بیاندیشد، ایران حضور دارد. هر جا که دستی به مهربانی دراز شود، آن دست ادامه همان روح ایرانی است که از هزاران سال پیش تا امروز باقی مانده است. تو بارها فرو ریختی اما نابود نشدی. تو بارها گریه کردی اما لبخند را فراموش نکردی. تو رنج دیدی اما از عشق دست نکشیدی و همین تو را جاودانه کرد. تا وقتی خورشید بر کوههایت میتابد و باران بر کویرت میبارد، تا وقتی شعر در زبان مردمانت جاری است، نامت زنده خواهد ماند. ایران، سرزمینی که هرگز نمیمیرد. دوستان عزیز، اگر از این سفر الهام بخش در دل تاریخ و فرهنگ ایران لذت بردید، حتما ویدیو را لایک کنید تا یوتیوب آن را به دیگر دوستداران جهان معرفی کند. نظرتان را برایمان بنویسید. برایتان ایران یعنی چه؟ و اگر هنوز عضو خانواده شگفتی های جهان نیستید، دکمه سابسکرایب را بزنید تا هر هفته با ما به گوشه و کنار این دنیای پر رمز و راز سفر کنید. تا دیدار بعدی، بدرود.